با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و دستگیری ساختارهای داخلدار سالهای اخیر اینفراساختار سیاحی از جمله مهمانخانه‌ها، مرکزهای خدمت رسانی، راه انشاءات سیاحی و نقطه‌های فروش محصولات هنرهای مردمی با سرعت رشد می‌کند. با مقصد جلب بیشتر سیاحان، شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت تدبیرهای مهم را عملی می‌سازد. امروز در حدود ولایت 125 مهمانخانه، 270 استراحتگاه و آسایشگاه، 142 طربخانه‌ها، 128 چایخانه‌ها و 50 گست هاوس فعالیت می‌کند. همزمان 18 شرکت سیاحی و 26 مرکز اطلاعاتی سیاحی به سیاحان خدمت می‌رسانند که این همه برای قبول شایسته مهمانان شرایط مساعد را فراهم می‌آورد. ما از بوسیاست خیراتمندانه و دستگیری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و توجه دائمی رئیس ولایت ختلان محترم دولتعلی سعید ساحه سیاحی در ولایت ختلان امروز با سرعت بلند رشد یافته توجه سیاحان داخلی و خارجی را جلب می‌نماید. ولایت ختلان امروز با افتخار همچون یکی از منطقه‌های پیشصف سیاحی جمهوری تاجیکستان معرفی می‌گردد. ذخیره‌های بوی طبیعی، میراث غنی تاریخی و فرهنگی و مهمان نوازی مردم محل باعث شدند که توجه سیاحان داخلی و خارجی سال به سال افزایش یابد. رشد سیاحی در ولایت ختلان نه تنها واسطه معرفی فرهنگ ملی بلکه امکانی واقعی برای افزایش درآمد اهالی و شغل جوانان می‌گردد. وارد گردیدن بیش از 1 میلیون نفر سیاح به ولایت بازگوی آن است که ختلان به یکی از مرکزهای مهم توریستی کشور تبدیل می‌یابد. امکانیت‌های وسیع سیاحی و تاریخ و فرهنگ غنی ولایت ختلان را به یک مکان جالب برای سیاحان داخلی و خارجی تبدیل داده است. با سعی و کوشش حکومت جمهوری و دستگیری پیشوای معظم ملت، ساحه سیاحی می‌تواند به یکی از شاخه‌های کلیدی رشد اقتصادی تبدیل یابد. در سال‌های اخیر با دستگیری دولت اینفراساختار سیاحی در ولایت ختلان را به بهبودی نهاده است. ساختمان و تجدید مهمانخانه‌ها، راه‌های نقلیاتی و مرکزهای استراحتی از مهمترین قدم‌های مثبت در این سمت محسوب می‌یابند. سال 2025 برای ساحه سیاحی ولایت ختلان سال موفقیت‌ها دانسته می‌شود. در این دوره زیاده از 1 میلیون سیاحان داخلی و خارجی به ولایت تشریف آوردند. از این شماره 160,000 نفر را سیاحان خارجی تشکیل می‌دهند که نسبت به سال گذشته قریب 2 برابر زیاد می‌باشد. این آمار گواه بالاروی ایمیج سیاحی ولایت ختلان در سطح بین المللی می‌باشد. در برابر طبیعت زیبا و یادگاری‌های تاریخی، رسم و آیین، عنعنه و هنرهای مردمی ولایت ختلان برای جهانگردان خارجی جالبیت خاص پیدا نموده است. هنرهای مردمی نیز یکی از گنج‌های فرهنگی این منطقه محسوب می‌یابند. چیوری، گلدوزی، ادرس بافی، کلالگری و زرگری نه تنها میراث گذشته بلکه امروز نیز یک قسم مهم حیات ساکنان ولایت ختلان میباشند. ولایت ختلان امروز همچون منطقه دارای امکانیت‌های وسیع سیاحی معرفی می‌گردد و آماده است که مهمانان داخلی و خارجی را در سال 2026 با موفقیت و سربلندی قبول کند. مخصوصاً محصولات دستی بانوان هنرمند با نقش و نگارهای خاص ملی جهانگردان را مفتون می‌سازند. در دایره تشبث تأسیس گرانت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت، قرار رئیس ولایت ختلان درباره تأسیس دادن گرانت رئیس ولایت عاید به دستگیری و رشد فعالیت صاحبکاری زنان برای سال 2025 برگزار گردید. از جانب کمیسیه گرانتی 14 لایحه به مبلغ 245,000 سامانی غالب آزمون دانسته شدند. مقصد جدا نمودن گرانت رئیس ولایت ختلان عاید به دستگیری و رشد فعالیت صاحبکار زنان برای سال 2025 فراهم آوردن شرایط برای عملی نمودن حقوق و امکانیت‌های اقتصادی زنان، تامین اشتراک برابری آنها در حیات جامعه، بلند برداشتن قابلیت رقابت‌پذیری زنان در بازار مهنت میباشد. در دوام قبول درخواست‌ها از جانب صاحبکار زنان شهر و ناحیه ولایت برای اشتراک در آزمون 78 عدد لایحه‌ها پیشنهاد گردیدند. لایحه‌های پیشنهاد نموده آنها بر رشد فعالیت صاحبکار زنان، تأسیس جای کاری نو، رشد هنرهای مردمی،
ба шуғл ва касбомӯзӣ фаро гирифтани занону духтарон равона карда шудааст. бо омезиши табиати афсонавӣ, ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ, вилояти хатлон на танҳо як макони истироҳатӣ, балки дари бозе барои шиносоӣ бо таъриху фарҳанги миллати тоҷик барои сайёҳони хориҷӣ мебошад. вилояти хатлон имрӯз ҳамчун минтақаи дорои имкониятҳои васеъи сайёҳӣ муаррифӣ мегардад ва омода аст меҳмонони дохиливу хориҷиро дар сатҳи баланди хизматрасонӣ истиқбол гирад. ҳасанзода оймоҳ, абдурозиқи маҳамадшоҳ, намузали эргаш барои барномаи иттилооти ахбор.